бригадир, маошамро деҳ. Адарам сахт ба мор аст. Бояд имрӯз пул ба хона фиристам. пули зиёд мехоҳӣ? ҳуҷҷат дорӣ? Агар бисёр гап занӣ, паго дигар кор нест. Гир ҳаминад. Дигараш баъд агар хоҳӣ. Боча ҳозир пул надорам, лекин меёбам. Фақат падора нигоҳ дорад. Фарух, тез биё. Падарат дигар қувват надорад, модарат гирья дорад. Тез биё. این حادثه با فرخ روی داد و اگر کسی تا آخر گوش نکند شاید فکر کند این تنها قصه مهاجری است. اما این قصه از آن نوع است که آدم بعد شنیدنش مدتی خاموش میماند، چون در آن یک لحظه هست که حتی دل هم آماده نیست قبول کند. گوش کنید تا آخر، نه برای آن که سخن زیبا است، برای آن که حقیقتش سخت است. شبه بود، برف بر روی شهر بیگانه مثل خاکستر سفید می نشست. ساختمان دودی سرد خود را به آسمان می کشید. آهن صدا می کرد. شمال بر روی آدم می زد و کارگرها مثل سایه ها در روی بتون حرکت می کردند. فرخ در بین همان سایه ها بود. او نه برای آرزو، برای مجبوری آمده بود، نه برای زندگی بهتر، برای زنده ماندن. برای آنکه در دهه یک کت بود، یک پدر بود و در آن پدر دیگر قوت نمانده بود. فرخ در رو بروی بریگادیر رست ایستاد، دستپوش‌هایش تر، دستانش کفیده ولی چشمانش زنده. او در درون خود التجا داشت، اما ظاهرش را شکسته نشان نداد. او فهمان که معاش او حق است، که آن پول امروز باید به خانه رود چون پدر بیمار است. ولی در این شهر، در این ساختمان بعضا حق صدا ندارد. تنها ترس دارد، تنها قدرت دارد، تنها به احترامی دارد. بریگادیر به جای آن که حق مهنت دهد، چیزایی را نشان داد که از پول هم دردناکتر بود. تحقیر. به دست فرخ چند تنگه افتاد. صدای تنگه ها به دستپوش برخورد، مثل ضربه به روح جوان. یکی از تنگه ها به لای برفالود غلطید. فرخ تنگه ها را مشت کرد، نه برای آنکه آن تنگه ها به کار می آمدند، برای آنکه در آن لحظه مجبور بود شرم را هم مشت کند، فرو برد و قدم های خود را شکسته نشان ندهد. او به یک کنج آرامتر رفت، نزدی بتون. تلفن را از جیب برآورد. نفسش سخت شد، دستانش می لرزیدند. او به مادرش مراجعت کرد با آن آوازی که وقتی مرد می خواهد گریه نکند در گلو خنک می شود. آچه، حاضر پول ندارم، لیکن می یابم. فقط پدرم را نگاه دارید. سپس علاقه گویو کنده شد. یک لحظه خاموشی، یک لحظه‌ای که در آن حتی شمال هم سخت‌تر می‌تازد. و همین وقت پیامی آوازی آمد. فرخ آن را کشاد. همین پیام، همین چند ثانیه تمامی جسمش را یخ کرد، چون آن آواز شتاب داشت. آن آواز ترس داشت. آن آواز گویا از دهنه، از قبرستان می آمد. فرخ دیگر چیزی را در اطراف نمیدید. تنگه ها از دستش به برف یختند. دست پوش، چیزهای کوری، همه اش پرتافته شد. او به قفا نگاه نکرد. به سوی راه دوید، به سوی وокزال، به سوی فرصتی که کس نمیداند میماند یا نه. از همین جا حکایه حقیقی آغاز می شود. نه از برف، نه از ساختمان. از یک خطا که بسیارها میکند. کس فکر میکند حالا یک ماه، حالا کمی دیگر، حالا پول را یافتم بعد میروم. اما تقدیر بعضن بعد را قبول نمیکند. فرخ در دویدن به سوی وокزال یک چیز را فهمید. آن پیام آوازی تنها خبر نبود، آن هشدار بود. و او هنوز نمیدانست که وقتی به خانه میرسد اولین چیزی که میبیند چی میشود. صبحی دیگر مسکو مثل یک دگ از یخ ساخته شده بود و فرخ در آن دگ با پای لوچی بخت میتپید. او در یک ساختمان کار میکرد. بینای بلند، بتون، بوی سیمنت، صدای پرمه. کارگران از هر جا بودند، ولی فرخ بیشتر با هموطنها نشست و خست میکرد. آنها با چشمان خسته میخندیدند، با دهان شوخی میکردند، اما درون هر کدامشان یک گرسنگی دیگر بود. گرسنگی خانه. فرخ از روزهای اول به خود قول داده بود که وقتی زیادتی نمیگذرد. وی برای پدر آمده بود، برای دارو، برای تشخیص، برای آنکه رحیم باز تواند در حولی راه رود، با نبره‌های آینده‌اش بازی کند، با بوی نان و چای گرم شکر گوید. اما حقیقت روی دیگر داشت. در ساختمان یک بریگادیر بود، مردی قلبکی شیرین زبان که بچه‌ها را با وعده معاش زیاد جمع می‌کرد. او به فرخ فهمانده بود که معاش پس از یک ماه پوره داده می شود. حجت‌ها حل می شوند. همه چیز آسان است.
فرخ در اول به این سخنها باور کرد، چون باور برای مهاجر مثل نان است، اگر نباشد زنده نمیماند. ولی روزها گذشتند، هفته ها گذشتند، معاش کم، قسم قسم، بعضن بهانه، امروز حساب نیامد، فردا داده می شود، بعضن تهدید، اگر گپ زنی دیگر کار نیست. در همین میان از ده خبرها می آمدند. مولوده هر بار به پسرش فقط همان یک چیز را می فهماند که پدر همان خیل است. وی هیچگاه نمی گفت که بدتر می شود یا بهتر. همین نافهمی فرخ را می سوزاند. یک شام وقت فرخ در خوابگاهی که بوی عرق و لباس تر داشت روی کت نشسته بود، یک هموطن با او از یک طبیب خوب در مسکو نقل کرد که گویا با پول همه چیز را حل می کند، حتی سند طبابت. فرخ در دل امید گرفت. او فکر کرد شاید این راه باشد. پس از آن او به مادرش پیام فرستاد که قریب پول جمع می شود که پدر باید طاقت کند. او به خود هم گفت که 1 ماه تمام می شود. تنها 1 ماه. اما در شب دیگر وقت برف باز بیشتر شد و شمال به ترزه زد، فرخ در خواب یک منظره دید. او خود را در ده دید، در حولی. پدر در نزد دروازه خانه ایستاده بود، لباسش سفید، رویش مثل آدمی که از ره برگشته باشد. رحیم چیزی نگفت، تنها با آسمان نگاه کرد، گویا به جای می رفت. فرخ از خواب بیدار شد. نفسش در گلوین گره خورد. دلش به سبب درد کرد. فرخ صبح با حسی بعد از خواب خست و قرار داد به ده بار دیگر زنگ زند. ولی تلفن ناگهان خاموش شد. وقت تلفن خاموش شد، گویا رشته بین فرخ و خانه کنده شد و این کندگی مثل زخم کشاده در سینه اش ماند. فرخ در اول فکر کرد بطری است، ولی تلفن دیگر روشن نمیشد. او به استخانه برد. استای روس با چشمان خنک به او فهماند که پلات سوخته است. تعمیر گران می افتد. برای فرخ این گپ مثل تیر بود، چون تلفن برای او تنها دستگاه نبود. این آواز مادر بود، نفس پدر بود، بوی دهه بود. در خوابگاه هموطنها به او مصلحت دادند که تلفن ارزان گیرد. او گرفت، ولی رقمهایش در خاطره نبود. رقم مادر، رقم همسایه، رقم عمک، همه در تلفن سوخته ماند. همین لحظه فرخ حس کرد که مهاجری آدم را آهسته آهسته از خود دور می کند. اول زبانت سست می شود، بعد خنده‌ات، بعد خاطره‌ات و یک روز می بینی که حتی روح به خانه‌ات را با فکر یاد می کنی، گویا آن هم دور شده است. فرخ راه‌های دیگر جست. او به شبکه‌های اجتماعی درآمد، به نام خواهرش زلیخا جستجو کرد. صحیفه پیدا شد، ولی دیر باز فعال نبود. او به دوست کهنه‌اش پیام فرستاد، ولی جواب نیامد. در همین میان در ساختمان کار سخت‌تر شد. شمال زمستان از بین تخته‌ها می‌گذشت، دست‌ها یخ می‌کردند، چشم‌ها می‌سوختند. بریگادیر باز معاش رو نگاه داشت. یک روز او حتی با اشاره‌ها فهماند که اگر کسی گپ زند، پلیس می‌آید، دپورت می‌شود. فرخ شرم کرد. شرم از آن که برای پول به اینجا آمد و حالا نه پول دارد نه خبر از خانه. او خود را مثل سنگ حس کرد که در جوی مانده است. آب از بالویش می گذرد ولی سنگ جنبیده نمی تواند. یک بیگاه در نزد یک مسجد خرد در مسکو فرخ به صدای اذان رسید. صدا از میان بیناهای بلند می گذشت، گویا راه می جست. او ایستاد. هوا سرد، نفسش بوغ می شد و در دلش یک چیز لرزید. او احساس کرد که خدا آدم را بعضن با همین نشانه ها بیدار می کند، نه با سخنهای کلان، با یک صدای آرام. فرخ به داخل مسجد در آمد. در آنجا گرم بود. بوی قالین، بوی چای، صدای آهسته دعا. او نشست، سر به زانو برد. در دلش التجا کرد که به خانه راه گشاده شود، که پدر زنده ماند، که مادر گریه نکند. ولی وقتی از مسجد برآمد، در جیبش یک کاغذ پیدا کرد، کاغذی که او نمیدانست کی گذاشته است. در آن تنها یک جمله بود، به تاجیکی با خط شکسته: اگر دیر کنی بعضن دیگر کسی انتظار نمیماند. فرخ از جای کرخت شد. همین شب وقتی به خوابگاه برگشت، یک هموطن به او خبر آورد که در دهه‌شان کسی فوتیده است و نام گفت که دلی فرخ را به لرزه آورد. انو مثل سنگ به سر فرخ افتاد، ولی هنوز نمیدانست که سنگ از کجا آمده است.
هموطن که از دهه همسایه بود در آشخانه نشسته چای می نوشید. او به فروخ فهماند که در راه در اتوبوس از یک کسی دهاتی آن طرف شنیده است که در دهه مرگ یک مرد کلانسول شده است. نامش را هم گویا شنیده است ولی مطمئن نیست. فروخ در آن لحظه خود را نگار داشته نتوانست. پوستش سرد شد. گویا که برف مسکو به درون جسمش درآمد. او سراسیمه به تلفن کسی دیگر دست رساند تا به دهه زنگ زند. رقمها را با دست و پا یافت با هزار عذاب، ولی زنگ نرفت یا کسی نبرداشت. وقتی شب گذشت، فروخ دیگر خواب کرده نتوانست. او در اتاق قدم میزد. صدای نفس همخانه ها، صدای خور خور، همه‌اش مثل مسخره می نمود. او به ترزه نگاه میکرد، به برف، به چراغ‌های دور. در دلش یک فکر گشته میخورد. شاید پدر؟ صبح او به کار رفت، ولی دستهایش نمیگرفت. سمنت رو میگرفت، ولی گویا به هوا میگرفت. بریگادیر با او جنگ میکرد، سخنهای سخت میگفت، اما فروخ گویا نمیشنید. نهایت در وقت نصف روزی او به یک دکان تلفن رفت و سیم کارت نو گرفت. رقمش را به همه جای فرستاد که هر کی از دهه باشد زنگ زند. او به هموطنها هم التجا کرد که از خانه اشان رقم کسی را یابند. بگاه یک زنگ آمد. رقم نامعلوم. فروخ با دست لرزان گرفت. صدای یک مرد بود، عمک یا همسایه. آوازش آرام ولی سخت. او به فروخ فهماند که پدر بیمار است، خیلی بیمار، و همه در دهه در تشویشند. فروخ در آن لحظه نفسش را گم کرد. او میخواست پرسد که پدر زنده است یا نه، ولی زبانش بست. آن مرد گویا که از گفتن میترسید. تنها همین را رساند که فروخ اگر تواند هرچی تیزتر بیاید. این جمله مثل کارد بود، چون تیزتر بیاید معنای دیگر داشت. فروخ همان شب براه فکر کرد. چیپتک گران بود، معاش در دست نبود، بریگادیر بوس پول نداده بود. فروخ به همخانه ها روی آورد، از آنها قرض پرسید. بعضی ها دادند، بعضی ها سر جنبوندند، گویا در دلشان همدرد بود ولی دستشان خالی. در نهایت او فقط به یک چیز رسید. برای رفتن پول نمی رسد و برای ماندن هم. آن شب در راهروی خوابگاه فروخ با خود تنها ماند. او به دیوار تکیه کرد، پیشانی به سردی گچ. در دل حس کرد که انسان وقتی از خانه دور می شود، بعضن خانه هم از او دور می شود. فروخ قرار کرد که به هر راهی باشد پول را از بریگادیر می گیرد، حتی اگر جنگ شود، و همین قرار او را بروی خطر برد. روزی دیگر در ساختمان فروخ با چشمان دیگر قدم گذاشت. چشمانی که دیگر ترس را قبول نداشتند. او به بریگادیر نزدیک شد. آن مرد با کورتکه غف و چهره بی‌پروا در کنار بینا ایستاده بود، سیگار میکشید. فروخ خود را مجبور کرد که آرام باشد، ولی درون او آتش بود. او به بریگادیر فهماند که پول لازم است، خانه‌اش در حالتی سخت است، پدر بیمار. بریگادیر اول خندید، گویا این گپ‌ها برای او شوخی باشد. بعد با اشاره نشان داد که وقتی بحث نیست. در نگاه او یک تحقیر بود، تحقیر کسی که میداند تو در این شهر به قوتی. فروخ دیگر طاقت نکرد. او دست خود را بروی میز چوبین زد، چنان که چنگ برخاست. بریگادیر چشمانش را تنگ کرد. اطراف یک باره خاموش شد. کارگران از دور نگاه می‌کردند. همه می‌دانستند که این لحظه می‌تواند به فاجعه تبدیل شود. بریگادیر به فروخ تهدید را به سخن رساند. گویا نشان داد که یک زنگ، یک اشاره، پلیس، سند همش به مقابل مهاجر است. فروخ حس کرد که در گلویش یک گره پیدا شد، ولی در همان گره نام پدر هم بود. او عقب ننشست. او با بریگادیر با نگاه سخت فهمان که پول حق اوست و او آن را میگیرد. همین وقت یک هموطن، مرد کلانسالتر میانه درآمد. او با چشمها التجا میکرد که فروخ خود را نگاه دارد. او با فروخ فهماند که بریگادیر همین خل است و جنگ فایده ندارد. بهتر است راههای دیگر جست. فروخ از غضب میلرزید، اما وقتی به چهره هموطن نگاریست، در آن چهره خستگی و تجربه بود. گویا آن مرد 100 بار همین را دیده باشد. نهایت بریگادیر یک قسمی پول را داد، نه همش را، کمی، آنقدر که فروخ حس کرد این پول را برای خاموش کردن میدهند، نه برای حق. فروخ پول را گرفت، دستش لرزان بود.
در دلش شرم آمد که برای حق خود التجا کرده است، ولی شرم را فرو برد چون مقصد پدر بود. آن شب او چپته جست. برای پرواز پول نمی رسید. برای پایست راه دراز ولی ارزانتر. او قرار کرد که پایست. روزی دیگر صبح با یک خلطه خورد با لباس کاری با روی خسته به وокزال رفت. وокزال مسکو مثل یک بحر آدمان بود. صدای اعلان ما، بوی غذا، بوی متل، رویهای شتابان، فرخ در میان آنها مثل یک قطره بود که راه خود را میجست. وقتی در وگان نشست، ترزه از بوق نفس پوشیده بود. او با انگشت یک دایره کشید و بیرون نگاریست. شهر دور میشد، اما درون او یک ترس بود. آیا دیر شده است؟ پایس هنوز از شهر پورا نبرآمده بود که فرخ پیام گرفت. پیام کوتاه که دلش را کند. پیام یک جمله بود ولی مثل کوه روی سینه فرخ نشست. آن پیام از رقم بیگانه آمد. در آن نوشته شده بود که مادرش به کسی گفته است که حالت پدر خیلی وزنین شده است و از فرخ خواهش شده است که اگر در راه باشد دعا را زیاد کند. فرخ به اکران نگاه کرد، گویا باور نمیکرد. پایز لرزش میکرد. چرخها صدا میدادند، اما برای او همه چیز خاموش شد. او تنها صدای دل را میشنید. در ودار آدمان خواب میکردند، میخندیدند، چیز میخوردند. یک کودک گریه میکرد، یک زن به تیرزه نگاه میکرد. همه زندگی خود را داشتند، ولی برای فرخ زندگی در یک نقطه چسبید. او به خدا التجا کرد، نه با کلمه های زیبا، با کلمه های عادی. تنها خواهش کرد که پدر طاقت کند، که او برسد که یک بار دیگر چشم پدر به چشم پسر افتد. راه پایزد دراز بود، شبها طولانی، صبحها سرد. در ایستگاه‌های میانه برف‌های دیگر، آدمان دیگر. فروخ هر ایستگاه به تلفن می‌نگریست، گویا که خبر می‌آید. بعضن اینترنت می‌گرفت، بعضن نه. وقتی سیگنال پیدا می‌شد، او به همه پیام می‌فرستاد، به آن رقم، به همسایه، به هر کسی که می‌تواند. می‌پرسید که پدر چی حال دارد. جواب‌ها دیر می‌آمدند و هر جواب مثل نوگی کارد بود. یک شب در وگان هنگام خواب فرخ باز خواب دید. این دفعه او در دهه بود، در داخل خانه. پدر در روی جایگاه خوابیده بود، رویش سفید، چشمانش نیم بسته. مولودی در نزد سرش نشسته بود، دست پدر را می گرفت. فرخ می خواست نزدیک شود، ولی پایهایش مثل سنگ بودند. در گوشش صدای اذان آمد، اذانی که از دور از پس کوهها می آمد. فرخ بیدار شد. در وگان تاریک بود، تنها چراغی ضعیف. یک مرد در کنج نماز می خواند. فرخ به او نگریست و حس کرد که نشانه ها باز می آیند. گویا خدا به او می گوید و بیدار شو، وقت می رود. صبح پایز در یک ایستگاه کلان ایستاد. آدمان فرآمدند. فرخ به هوا برآمد، نفسی سردی سخت گرفت. در آنجا یک مردی تاجیک را دید که تنها ایستاده بود، چشمانش سرخ. آن مرد به فرخ با نگاه شکسته فهمان که او هم به دهه اش می رود که پدری او هم بیمار بوده است، ولی او دیر رسیده است. او تنها به یک چیز اشاره کرد، دیر. فرخ دیگر چیز نپرسید، اما این دیر مثل سایه به پشتش چسبید. هنگام نزدیک شدن به مرزها تلفن باز جنگله زد و این دفعه آوازی آمد که فرخ هیچگاه فراموش نمی کند. آوازی که آمد نه آواز مادر بود، نه آواز همسایه. آواز خواهرش زلیخا بود، ولی گویا از قهر چاه می برآمد. زلیخا به فرخ فرماند که پدر دیگر قوت ندارد. نه اینکه بد است، بلکه گویا رشته‌اش تنک شده است. وی با آهنگ شکسته رساند که پدر نامش را میگیرد. گویا میخواهد چیزی بگوید، ولی نفسش کم. فرخ در راه نشسته به تیرزه نگاه میکرد، اما دیگر چیز نمیدید. همه صحنه ها در سرش بودند. پدر، حولی، کوهها، بوی چای. او خود را ملامت کرد که چرا دیر کرد، چرا به وعده یک ماه باور کرد، چرا به بریگادیر صبر کرد، چرا زودتر گریختن آمد. زلیخا این چنین به او فهماند که مادر قوی نشان میدهد، اما شبها گریه میکند و همه دهه در دعا است. فرخ میخواست به خواهرش بگوید که او در راه است، که زود میرسد، ولی آوازش نمیبرآمد. تنها نفس برآمد. وقتی زنگ قطع شد، فرخ روی کرسی وگون نشست، سر به دیوار. چشمانش پول از آب شد. او گریه‌اش را فرو برد
چون اطراف آدمان بودند، چون شرم بود، چون مردی در تعلیم دهه این خل است. ولی گریه مثل آبی درون سنگ راه می‌یافت. پاییز به راه ادامه داد. روزها مثل کاغذ می‌پیچیدند. نهایت روز رسیدن آمد. وقتی فروخ به شهر دوشنبه نزدیک شد، هوا دیگر بود، بوی دیگر، صدای دیگر. گویا زمین به او شناس بود، ولی او دیگر شناس نبود. در ایستگاه مردم زیاد. فروخ سراسیما به تاکسی نشست. رو به دیه دراز. کوه‌ها پیش می آمدند. در هر گردش دل در سینه اش می زد. وقتی به دیه نزدیک شد، آفتاب به پس کوه می رفت. آسمان سرخ مثل زخمی کهنه. در درآمد دیه او چیزی را دید که پایهایش را سست کرد. در کوچه مردم جمع، آدمان آرام، لباسهای سیاه و تیره. صدای پستی دعا. این منظره به فروخ گفت که جواب الکی در هوا است. فروخ به سوی خانه دوید، ولی دروازه حولی نیم گشاده بود و از داخل صدای گریه زنها می آمد. دروازه نیم گشاده مثل دهان تقدیر بود که میخواست همه امیدی فروخ را فرو برد. او به حولی درآمد، حولی همان حولی اما دیگر. درخت توت در کنج مثل پیش ولی برگهایش خاموش. جویچه همانجا ولی آبش سوست. بوی هیزم، بوی چای، اما در آمیخته با بوی مراسم، بوی اشک، بوی لباسی سیاه. در میانه حولی مردان نشسته بودند، چشمانشان به زمین، دستهایشان در دامن. هیچ کس بلند نمی خندید، هیچ کس به آسمان نگاه نمی کرد. فروخ یک قدم، دو قدم، هر قدمش مثل سنگ. مولوده در خانه نشسته بود، رویش زرد، چشمانش سرخ. وقتی فروخ را دید، گویا در دلش چیز شکست. او به پسرش نگاه کرد، ولی هنوز در زبانش هیچ سخن نبود. فروخ به مادرش نزدیک شد. او از نگاهش فهمید که آنچه در راه از آن میترسید واقعیت شده است. در داخلی خانه در یک حجره خرد روی زمین جسد با روی پوشی سفید بود. سفیدی مثل برف، ولی این برف گرم نمیشد. در کنج حجره قرآن میخواندند. صدای پست مثل شمال شبانه. فروخ در آستانه ایستاد. دلش به گلو برآمد. او به روی پوش نگاه کرد. آنجا پدر بود. رحیم که او را به امید یک ماه ترک کرده بود. فروخ نفس کشیده نتوانست. پایهایش سست شدند. او به دیوار تکیه کرد. در دلش یک آواز بلند شد. آوازی پشیمانی که دیگر دیر شده است. مولوده به پسرش فهماند که پدر روزی پیش در سحر وقتی آفتاب هنوز پورا نبارآمده بود نفس آخرین را کشید. او تا آخر نام پسرش را می گرفت. گویا می خواست یک بار دیگر ببیند. ولی تقدیر به او فرصت نداد. فروخ بر روی زانو نشست. دستهایش لرزید. او به خدا التجا کرد. اما این التجا دیگر برای زنده ماندن پدر نبود. برای بخشش بود. برای صبر بود. برای آنکه این درد او را نشکند. آن شب پس از مراسم وقتی مردم پراکنده شدند، فروخ تنها ماند. او در حولی نشست، در زیر درخت. آسمان پر از ستاره، اما برای او تاریک. وی از خود میپرسید که برای چی پول اگر پدر دیگر نیست؟ برای چی مهاجری اگر خانه به پدر مانده است؟ برای چی یک ماه اگر یک روز هم فرصت نداشت؟ فروخ در آن شب یک چیز را یافت، چیزی که پدر برای او گذاشته بود و آن چیز درد او را باز هم سخت‌تر کرد. آن چیز یک دفترچه خرد بود با کاغذ زرد شده که در جیب کرته پدر پنهان مانده بود. زلیخا آن را به فروخ داد. وی با نگاه پر از غم اشاره کرد که پدر در روزهای آخر این دفترچه را همیشه نزد خود نگاه می داشت. فروخ دفترچه را کوشاد. خط پدر بود، خط عادی، کمی کج، مثل راه کوه. در صحیفه های اول روی خط داروها و خراجات بود. بعد جمله های کوتاه. به نظر می رسید که پدر هر روز چیزی نوشته است، نه برای دیگران، برای دل. فروخ خواند و هر جمله مثل تیر به دلش می رفت. پدر نوشته بود که شبها درد سخت دارد ولی به مادر نشان نمی دهد. نوشته بود که می خواهد پسرش را ببیند اما نمی خواهد او را برگرداند تا که فروخ شرمنده نشود. نوشته بود که دلش برای پسرش هر روز دعا می کند، حتی وقت نفسش تنگ می شود. در یک صحیفه پدر نوشته بود که او در خواب دیده است فروخ از راه دور می آید ولی در پیش دروازه دیر می کند. پدر نوشته بود که در آن خواب کسی گفته است که وقت هر کس مهلت دارد و بعضاً مهلت را پول نمی خرد. فروخ دفترچه را سخت گرفت.
دستانش می لرزیدند. او حس کرد که پدر هم الکای می دانسته است. پدر الکای ویدا کرده بود. در آخر دفترچه یک صحیفه بود که تنها به فرخ بخشیده شده بود. در آن پدر نوشته بود که پسرش را عیبدار نمی کند. نوشته بود که زندگی سخت است، مهاجری سخت‌تر. نوشته بود که فرخ باید مادر را تنها نماند، که خواهرش را پشتیبانی کند، که نام پدر را با کار نیک زنده نگاه دارد. فرخ از خواندن دیگر نتوانست. اشک از چشمانش سرازیر شد. او به حولی برآمد. به آسمان نگارست. آسمان خاموش، کوه‌ها خاموش، اما درون او طوفان. روزی دیگر مراسمی دفن بود. در قبرستان خاک سرد، آدمان آرام. فرخ نزد قبر ایستاد. وقتی خاک را روی قبر پرتافتند، او حس کرد که یک قسم زندگی او هم زیر خاک می رود. بعد دفن فرخ به خانه برگشت، ولی خانه به پدر دیگر خانه نبود. هر گوشه مثل خاطره، کرسی پدر خالی، چاینیک جوشید، اما کسی برای پدر ریخته نتوانست. مولوده به پسرش نگاه میکرد. در نگاهش نه ملامت بود نه نفرت، تنها درد بود. آن درد برای فرخ از هر جزا سخت‌تر بود. شب پس از دفن فرخ یک سر را فهمید، سری که مادر و خواهر از او پنهان کرده بودند و آن سر باز یک زخمی نو شد. سر درباره آن پول بود که فرخ فکر میکرد برای طبابت پدر جمع میکند. شب وقتی خانه خاموش شد، فرخ تصادفاً گپ مادر و خواهر را شنید. آنها فکر کردند که او خواب است. آنها در آشخانه آهسته با نفسی بریده از قرض حرف میزدند که پدر پیش از مرگ گرفته بوده است. معلوم شد که رحیم برای آن که فرخ در روسیه عذاب نکشد، خودش از چند کس قرض گرفته داروها و تشخیصها را کرده است. او حتی گویا میخواسته است پسرش را برگرداند، ولی مادر اجازه نداده است، چون فرخ الکی در روح بود و امید داشت. فرخ این را شنیده مثل آن بود که سنگ به دلش زدند. پدر با درد خود، با نفسی تنگ، باز هم میخواسته است پسرش را حفظ کند. فرخ در جای نشست. او حس کرد که پشیمانی تنها از دیر رسیدن نیست. پشیمانی از آن است که او پدر را تا آخر نفهمیده است. صبح فرخ به مادر و خواهر فهماند که او قرض را برمیگرداند. مولوده اول رد کرد، گویا نمیخواست پسرش باز به مهاجری افتد، ولی فرخ در نگاه مادر درک کرد که خانه به پول هم میماند، قرض باشد شرم میماند. فرخ به خود قول داد که دیگر به مسکو مثل پیش بر نمیگردد. او دیگر برای پول تنها نمی رود. او باید راه دیگر یابد. ولی راههای ده هم آسان نبود. کار کم، پول کم، خانه در حالت سخت. در ده آدمان گوناگونند. بعضی ها دلسوزی کردند. بعضی ها با نگاه پنهانی گفتند که فرخ دیر کرد، که پسر باید پدر را تنها نمیگذاشت. این گپ ها مثل کرد بودند. فرخ کوشش میکرد خود را نگاه دارد. او میدانست که حقیقت در میانه است. او رفته بود تا یاری کند، ولی تقدیر روح را دیگر کرد. یک روز در بازار یک مرد مکار به او پیشنهاد کرد که اگر باز در روسیه رود با روح آسان پول می‌یابد. آن مرد با وعده های شیرین نقل کرد که کار آماده، معاش کلان، همه چیز زود. فرخ گوش کرد. در دلش یک جنگ بود. از یک طرف قرض، از دیگر طرف ترس برگشتن به سردی های مسکو. فرخ در نزد قبر پدر قرار گرفت که یک قرار قبول کند و همین قرار آینده او را می شکست یا می ساخت. در نزد قبر پدر باد آرام می وزید و فرخ حس می کرد که حتی باد هم به او گوش می دهد. او به خاک نگاه کرد. این خاک پدر را پوشانده بود، اما خاطره را پوشانده نمی توانست. فرخ در دل با پدر گپ می زد، به آواز، به سخنی بلند. او از پدر بخشش می‌خواست، اما همزمان از پدر راه می‌خواست. فرخ به یاد آورد که رحیم در زندگی چگونه بود. پدر آدمی بود که با دست خود چیز می‌ساخت. اگر دیوار ویران شود، او تعمیر می‌کرد. اگر جوی چبندد، او می‌کوشاد. او به پسرش هم همیشه همین را نشان می‌داد. زندگی با دست و نیتی راست می‌شود، نه با فریب. فرخ قرار کرد که به آن مرد مکار باور نکند. او فهمید که راه آسان اکثر وقت راه هلاکت است. وی به دهه برگشت.
و کاری دست زد که آدمان کم به آن اهمیت می‌دهند. ساختمانی خرد، تعمیر خانه‌ها، دیوار، بام. او با همدیهه‌ها کار کرد. پول کم اما حلال. با گذشت روزها فراخ حس کرد که در دلش یک چیز آرام می‌شود. اما پشیمانی هنوز بود. هر شب وقتی در خواب روی کرسی پدر را خالی می‌دید دل می‌کفید. در همین روزها یک خبر دیگر آمد. بریگادیر مسکو، همان مردی که پول را خورده بود، گویا به تاجیکستان آمده است. گفتند که او در شهر پنهان است، چون از بعضی کارگران شکایت شده است. این خبر در فراخ غضب را بیدار کرد. پولی که او در مسکو نگرفت می توانست پدر را یک روز دیگر زنده نگاه دارد یا حدی اقل به مادر آسانی دهد. فراخ به شهر رفت تا حق خود را طلب کند. در راه او خود را به آینه ماشین نگاه کرد. چهرهش دیگر بود. آن جوانی آرزوهای سبک نبود. در چشمانش یک سختی پیدا شده بود. در شهر او سراغ بریگادیر را گرفت. آدمان گویا می‌دانستند، ولی کسی روی راست نمی‌گفت، چون بعضن ترس از حق قوی‌تر می‌شود. نهایت یک شام فراخ در نزد یک چایخانه او را دید. بریگادیر با چند کس نشسته بود، می‌خندید، گویا در زندگی هیچ گناه ندارد. فراخ در داخل خود جوشید. فراخ به سوی بریگادیر قدم گذاشت و همین قدم او را به یک حادثه برد که باز هم زندگیش را دیگر کرد. چایخانه پر از دود بود. بوی چای، بوی گوشت بیریان، صدای قاشق. فرخ در آمد، ولی گویا هوا هم سخت شد. او به بریگادیر نزدیک شد. آن مرد اول نشناخت. بعد وقتی فرخ را دید، چشمانش یک لحظه تغییر یافت، مثل کسی که سایه را می‌بیند. فرخ آرام ماند، ولی درون او مثل طوفان بود. او به بریگادیر فهماند که حق او را داده نشده است. او به او فهماند که آن پول برای پدر بیمار بود. بریگادیر اول خواست خود را بیگناه نشان دهد. وی با اشاره ها فهماند که حساب ها همین خیل است که من هم مشکل داشتم. ولی در نگاهش هیچ پشیمانی نبود. فروخ در آن لحظه حس کرد که بعضی آدمان تنها پول را میفهمند، نه درد را. در چایخانه آدمان نگاه میکردند. بعضی ها خاموش، بعضی ها با کنجکاوی. نهایت کار به کشمکش رسید. نه با سخنهای کلان، با حرکتهای تیز. کسی میانه در آمد. کاسه چای چپه شد. دود بلند شد. در همین غوغا یک مرد کلانسال که در گوشه نشسته بود ناگهان به زمین افتاد. او گویا نفسش را گم کرد. آدمان سراسیمه شدند. فرخ در یک لحظه فراموش کرد که برای پول آمده بود. او به آن مرد نزدیک شد. کمک کرد. آب آورد. راه گشاد. دیگران هم یاری کردند. بعد وقت آن مرد کم به خود آمد، به فرخ با چشم شکر نگریست و در آن نگاه فرخ یک نشانه دید. گویا خدا به او نشان داد که در میان غضب هم امکان خیر هست. بریگادیر از این حالت استفاده کرد، خود را قفا کشید. گویا میخواست فرار کند. فرخ به پس او نگریست. دلش گفت که بگیرد، جزا دهد. ولی یک حس دیگر گفت که امروز خنوکی کافی است. آن شب فرخ به پول برگشت، اما با یک چیز برگشت، با فهمش آن که کینه دل را بیشتر میکشد، نه دشمن را. ولی قرض هنوز بود، مادرش هنوز غمگین، خانه هنوز تنگ. فرخ در نزد خود سوال گذاشت: اگر با غضب راه نشود، پس با چی راه می شود؟ روز دیگر یک پیشنهاد غیر چشم داشت آمد. پیشنهاد کاری که می تواند هم خانه اش را نجات دهد، هم دلش را. پیشنهاد از یک استاد کهنه دیها آمد. مردی با دستهای سخت و دلهای نرم که مردم را استاد سعید می نامیدند. استاد سعید به فروخ فهماند که در دهه و گرد و اطراف بسیار خانه ها تعمیر می خواهند. بسیار آدمان می خواهند آب را به خانه بیارند، راه را درست کنند، بام ها را اصلاح کنند. ولی استادها کم. اگر فروخ جدی کار کند، می تواند گروه خود را سازد. فروخ در اول باور نکرد. او فکر میکرد که پول تنها در روسیه است. ولی استاد سعید با مثال ها نشان داد که حلالی در هر جا می شود اگر صبر باشد. فروخ به کار درآمد. وی صبحها بر وقت میخیست، بوی هوای سحر، صدای مرغ، سردی آبی روی دست همه به او قوت میداد. او حس میکرد که در دهه هرچند پول کمتر اما دل گرمتر است. همین طور روزی اول، روزی دوم، هفته ها گذشت. مردم آیسته آیسته به او باور کردند. او با کار نه با سخن خود را نشان داد. ولی درون فروخ
درد هنوز زندگی میکرد. هر بار وقتی کسی پدر را یاد میکرد، او مثل کورد میخورد. هر بار وقتی مادرش به کرسی خالی نگاه میکرد، فروخ خود را گناهکار حس میکرد. یک شب مولوده به پسرش فهماند که پدر پیش از مرگ یک آرزو داشت. او میخواست در نزد خانه یک جایچه آبی تازه سازند تا مردم، کودکان، روحگذران آب بنوشند. پدر میگفت آب صدقه جاری است. فروخ این را شنیده در دلش چیزی روشن شد. او قرار کرد که آن جایچه را میسازد، حتی اگر برای آن خرج کند، حتی اگر شب و روز کار کند. وای با استاد سعید مصلحت کرد. با همدیها آیسته آیسته سنگ یافتند، قبور یافتند، جای معین کردند. وقتی کار آغاز شد، بعضی آدمان خندیدند، گفتند که این کار بیهوده است، که اول قرض را پرداخت کند بعد جایچه. ولی فروخ حس میکرد که این جایچه برای او تنها آب نیست. این یک راه بخشش است، راه زنده نگاه داشتن نام پدر. در روز اول وقتی قبور را میگذاشتند، ناگهان از کو آبی لایالود فرامد. باران شد، راه لای. کار سخت شد. فروخ در لای ایستاده به آسمان نگاریست. در دلش گفت که اگر این هم نشانه باشد، من باز نمیگریزم. هنگام ساختن جایچه، فروخ یک چیز پنهان را در زمین یافت، چیزی که به پدر تعلق داشت، و آن چیز حقیقت دیگری را آشکار کرد. در زمین زیر یک سنگ کلان یک بسته خرد پیدا شد. فروخ اول فکر کرد که این یگان اشیای کهنه است، ولی وقتی بسته را گشاد، در داخل یک خلطچه متاعی بود با بوی کهنه خانه. در آن چند کاغذ و کم پول بود، پولی که پدر پنهان کرده بوده است. کاغذها حجتهای قرض بودند. پدر از چند کس قرض گرفته بوده است، بیشتر از آنچه فروخ فکر میکرد. و در کنار کاغذها یک نامه بود با خط پدر. فروخ نامه را خواند. پدر در آن نوشته بود که او میداند فروخ میخواهد پول یابد، اما پدر نمیخواهد پسرش در راه پول خود را گم کند. پدر نوشته بود که اگر فروخ برگردد و دیر کند، این پول را برای مادر و خواهر بگیرد. پدر نوشته بود که او برای عائله اش تا آخر فکر کرده است، حتی در لحظه هایی که نفس نداشت. فروخ دست خود را بر روی کاغذ گذاشت. اشک آمد. او حس کرد که پدر حتی پس از مرگ هم او را حفظ میکند. این کشف هم تسلی بود، هم درد، چون نشان میداد که پدر چقدر تنها جنگ کرده است. فروخ پول را به مادر داد. مولوده اول رد کرد، اما بعد گریه کرد. گریه او آرام، بی صدا، مثل باران شبانه. فروخ در دل قول داد که این پول را بی عقلانه صرف نمی کند. او قرضها را یک به یک می پردازد. او جویچه را هم می سازد. او زندگی را از نو می سازد. ولی آدمان همیشه سنجش می آرند. همین روزها یک مرد دیگر پیدا شد. مردی از شهری که می خواست زمین نزد جویچه را خریداری کند برای ساختن دکان. او با پول و وعده ها آمد، با تبسم. آن مرد به فروخ فهماند که اگر زمین را دهند، به دهه فایده می آرد. بعضی ها راضی شدند، بعضی ها مخالف. فروخ حس کرد که این جویچه می تواند به بحث تبدیل شود، به فتنه آدمان. او می دانست که اگر مقابل ایستد، دشمن می سازد. اگر راضی شود، آرزوی پدر را می شکند. فروخ در میان فتنه نو ماند و یک شب در خواب پدر را باز دید، اما این دفعه پدر به او چیزی نشان داد. خواب مثل کینا بود، روشن، زنده، ترساننده. فروخ خود را در نزد همان جویچه دید، ولی جویچه هنوز ساخته نشده بود. جای خالی، سنگها پراکنده. در آنجا پدر ایستاده بود، رحیم، آرام، اما نگاهش سخت. او به زمین اشاره کرد، به یک نقطه، گویا که میگوید همین جا مهم است. بعد از دور صدای آب آمد، آب تازه، صاف. ولی ناگهان در کنار یک دکان پیدا شد. سایه‌اش به جویچه می افتاد. آب تاریک می شد. فروخ بیدار شد. دلش تیز می زد. او فهمید که این خواب تنها خواب نیست. این نشانه است. نشانه ای که او را بیدار می کند. صبح او با مردم فهماند که جویچه باید آزاد ماند. این آب برای همه است. این آرزوی پدر است. او پیشنهاد کرد که اگر دکان لازم باشد جای دیگر یابند. بعضی ها خرسند شدند، بعضی ها غضب کردند. آن مرد شهری خود را رنجیده نشان داد و با لبخند فهماند که
همه چیز پول است. فرخ درک کرد که فتنه همین جا است. فتنه وقتی می آید که چیز پاک است و کسی می خواهد آن را با پول بخرد. در همین روزها فرخ سخت کار می کرد. در ساختمان‌های دهه، در تعمیر بام‌ها، در کشیدن قبورها دستهایش باز کفیدند مثل مسکو. ولی این دفعه وقت دستش کفید او شرم نداشت، چون اینجا او برای خانه کار میکرد. مولوده آهسته آهسته کمتر گریه میکرد. نه، درد نمیرفت، اما زندگی راه خود را میافت. زلیخا به مکتب میرفت، کوشش میکرد که مادر را خنداند. یک بیگاه وقتی آفتاب به کوهها میرسید، جویچه آماده شد. آب از قبور آمد، اول کمی لایالود، بعد صاف. کودکان دویدند، دستهای خود را شسته خندیدند. فرخ ایستاد، به آب نگاه کرد. در دلش حس کرد که پدر گویا یک لحظه باز زنده است. اما زندگی بی‌سنجش نمی شود. همین شب وقت همه خرسند بودند، کسی قبور را شکست. آب به زمین ریخت، جویچه خاموش شد. فرخ در تاریکی ایستاد، با وایرانی نگاه کرد. صبح معلوم شد که این کار تصادفی نیست و فرخ فهمید که در دهه کسی به او دشمن شده است. صبح حولی ها هنوز از شب تر بودند، ولی در دل فرخ آتش بود. آدمان جمع شدند. کودکان با حیرت به جایچه خاموش نگاه میکردند. مولوده آرام بود، ولی چشمانش پر از غم. زلیخا خاموش ایستاده بود. فرخ به آثار ویرانی نگریست. قبور با قصد بریده شده بود. این کار را کسی با غضب کرده بود. ده زود آوازه میکشد. همین روز گپ‌ها پهن شدند. گفتند که مرد شهری غضب کرده است. گفتند که بعضی همدهه‌ها که با او بودند میخواستند فرخ را شکست دهند. فرخ در دل حس کرد که اگر او به جنگ درآید، ده دو پاره می شود. اگر خاموش شود، حقیقت می میرد. او قرار کرد که راهی را انتخاب کند که پدر انتخاب می کرد. پدر جنگ را با خشم نمی کرد، با صبر می کرد. فرخ با استاد سعید قبور را تعمیر کرد. باز سنگ گذاشتند، باز مستحکم کردند، مردم یاری کردند. وقتی آب باز جاری شد، فرخ در نزد جایچه یک لوحه خرد گذاشت. در آن نام پدر نبود، تنها یک جمله بود: آب برای همه است. این جمله بعضی ها را شرمنده کرد، بعضی ها را خشمگین، اما اکثریت آرام شدند، چون حقیقت بعضن با جمله عادی هم قوی می شود. روزها گذشتند، قرضها کم کم پرداخته شدند. فرخ با دستش، با نیتش راه خود را می ساخت. اما یک شب وقتی در دهر برق رفت و همه جا تاریک شد، مولوده به پسرش فهماند که در دلش یک ترس هست. او می ترسد که فرخ باز به مهاجری می رود و ای می ترسد که پسرش باز از خانه دور می شود، مثل آن ماهی که به سال تبدیل شد. فرخ به مادر فهماند که او دیگر آن فرخ نیست، ولی در دل او هم هنوز یک سایه بود. سایه مسکو، سایه پول، سایه آن که زندگی در دهن نه همیشه کافی است. همین وقت از روسیه یک زنگ آمد. یکی از همخانه‌های پیشین به او خبر داد که بریگادیر را گویا باز داشته اند و ممکن است پولهای کارگران را برگردانند اگر کسی حجت، شهادت، شکایت داشته باشد. این خبر در فرخ دو حس را بیدار کرد: امید که حق او برمیگردد و ترس که برای این باید باز به روسیه برگردد. فرخ در بین دو راه ماند و شب در نزد قبر پدر قرار کرد که انتخاب آخرین را کند. شب آرام بود، ولی در دل فرخ آرامی نبود. او به قبر پدر رفت. قبرستان خاموش، تنها صدای شمال در بین درختان. ستاره ها در آسمان مثل چشم های دور. فرخ نزد قبر نشست. به خاک دست زد. در دل حس کرد که پدر اینجا است، با آرامی خود، با صبر خود. او در دل دو راه را وزن کرد. اگر به روسیه رود، ممکن است پول را بگیرد، قرضها را زودتر پردازد، برای مادر آسانی آورد. ولی هر قدم به روسیه برای او مثل بازگشت به آن سردی‌های درون بود. آن سردی‌هایی که او را از خانه دور کردند. اگر نمی رود، او در دهه می ماند، راهی حلال را ادامه می دهد، ولی پول کمتر، وقت بیشتر. در آن لحظه فرخ به یاد آورد که پدر در دفترچه چی نوشته بود: وقتی هر کس مهلت دارد.
و بعضا مهلت را پول نمیخرد. فروخ فهمید که پشیمانی با پول شفا نمییابد. پشیمانی با عمل شفا مییابد. با آنکه در نزد مادر باشد، با آنکه خواهرش را محافظت کند، با آنکه نام پدر را با خیر زنده نگاه دارد. او قرار کرد که به روسیه نمی رود. نه برای آنکه می ترسد، بلکه برای آنکه دیگر زندگی خود را به قفا نمی بندد. صبح او به همخانه های پیشن پیام فرستاد که حجتهایش را اگر لازم باشد می فرستد، ولی خودش نمی رود. آن روز فروخ خود را سبک حس کرد. نه، مشکل حل نشد، ولی روحش آرامتر شد. همین موها او گروه خرد ساخت. جوانهای دیگر را به کار گرفت. آنها خانه های پیرانسالان را تعمیر می کردند، به کودکان کمک می کردند، راه ها را درست می کردند. فروخ یک چیز را درک کرد. وقتی تو برای دیگران کار می کنی، خدا برای تو راه می کشاید. اما تقدیر باز یک سنجش داشت. روزی آمد که همان مرد شهری باز برگشت. این دفعه با یک دعوای رسمی. گویا می‌خواست جویچه را بردارد به نام خود کند. فروخ باز رو بر روی فتنه ماند. فروخ به اداره‌های شهر رفت و آنجا فهمید که حقیقت را تنها نیتی نیک نه، بلکه دلیل هم محافظت می‌کند. اداره بوی کاغذ داشت، بوی انتظاری، بوی امضا کن. فروخ در نوبت ایستاد. آدمان خسته، بعضی‌ها عصبانی. کسی به او نگاه نمی‌کرد. وقتی نوبت او رسید، او حجت‌های جویچه را نشان داد. حجت‌ها کم بودند، چون این کار بیشتر با دست و دل شده بود، نه با کاغذ. کارمند اداره به او با بی‌پروایی نگاه کرد، گویا که این مسئله برای او یک چیز خرد است، ولی برای فروخ این مسئله آرزوی پدر بود. مرد شهری هم آنجا بود. او با لباسی تازه، با تبسم، با کاغذهای زیاد آمد. او خود را قوی نشان داد. فروخ در یک لحظه حس کرد که جهان بعضاً به کسی برتری می‌دهد که حیله دارد. ولی او هم آموخت که حقیقت را می‌توان حفظ کرد اگر آدم عقل را هم استفاده کند. استاد شهید به او کمک کرد. آن استاد بعض حجت‌ها یافت، شهادت چند پیرانسال که جویچه از اول برای مردم بود. مولوده نیز آمد با روی مال سفید، با چشمان استوار. او به اداره فهماند که این آب صدقه است، نه مال. در آن لحظه فروخ به مادرش نگریست و فهمید دعای مادر تنها در خانه نیست، در اداره هم قوت است. بعد چند روز قرار برآمد جویچه برای مردم میماند. مرد شهری با غضب رفت. فروخ در آن روز حس کرد که یک بار دیگر پدر به او راه نشان داد. بعد از این کارها بهتر شدند. گروه فروخ بیشتر فرمایش گرفت. قرضها قریب تمام شدند. مولوده کمی آرامتر شد. یک بگاه وقتی در نزد جویچه کودکان بازی می کردند، یک پیرمرد به فروخ نزدیک شد. او همان مردی بود که در چایخانه افتاده بود. معلوم شد که او از همان شهر آمده فروخ را جستجو کرده است تا تشکر کند. آن پیرمرد به فروخ یک چیز داد، یک حلقه کهنه مسی همچون تحفه، و با اشاره فهماند که این حلقه برای قوت است، برای آن که انسان در درد هم راست ماند. فروخ حلقه را گرفت. در دلش حس کرد که زندگی بعضن از جایی که تو امید نداری مهربانی می‌آورد. ولی در همین لحظه یک پیام آمد. پیام از روسیه. گفتند که بریگادیر آزاد شده است. پولها برنگشتند و بعضی هموطنها در حالت سخت ماندند. فروخ دلش را گرفت. او فهمید که درد مهاجری هنوز زنده است، درد دیگران. فروخ قرار کرد که به جای رفتن به روسیه راه دیگر یابد تا هموطنهای درماندران نجات دهد و همین راه او را به یک کاری بزرگ برد. فروخ درک کرد که هر کس درد خود را دارد، ولی بعضاً خدا درد تو را برای کمک به دیگران تبدیل می دهد. او با چند دوست یک گروه خرد تشکیل کرد. آنها به مهاجران مصلحت می دادند که چگونه به بریگادیرها باور نکنند، چگونه حجت جمع کنند، چگونه حق خود را طلب کنند. آنها در دهه و شهر واخوری می کردند، با جوانان صحبت می کردند، به موعظه زیاد، با قصه های زنده. فروخ به هر جوان یک چیز را نشان می داد. سردی های روسیه تنها در کوچه نیست، درون هم سرد می شود اگر انسان خود را فراموش کند. او با آنها با عمل نشان می داد. وقتی کسی از روسیه
به پول برمیگشت، فروخ به او کار میداد تا شرم نکند. وقتی کسی قرضدار میشد، گروه با هم یاری میکرد. مولوده به این کارها نگاه کرده در دلش هم غم بود هم افتخار. او میدانست که رحیم اگر زنده می بود همین را میخواست. یک روز فروخ به قبر پدر رفت و در نزد خاک آرام نشست. او حس کرد که پشیمانی هنوز هست ولی دیگر وی او را نمیشکند. آن پشیمانی به او راه نشان میدهد. فروخ در دلش گفت که پدر را دیگر برگردانده نمی شود، اما می تواند پدر را زنده نگاه دارد در آب جویچه، در دعای مادر، در کار حلال، در کمک به مردم. در دهه شامها آرامتر شدند. وقتی برف می آمد، فروخ دیگر از برف نمی هراسید، چون می دانست گرمی در خانه است اگر آدم در خانه باشد. اما خاتمه باید سخت باشد، چون زندگی هم سخت است. روزی در یک توی دهه کسی از همان سخنهای کهنه گفت که فروخ دیر کرد که پدر را آخرین بار ندید. این گپ باز مثل کارد به دلش زد. فروخ به آن گپ جواب نداد. او تنها از توی برآمد، به هوای خنک، به آسمان نگاریست. همین وقت از دور صدای اذان آمد، آرام و روشن. فروخ درک کرد که زندگی همیشه به تو امکان می دهد که بیدار شوی اگر تو گوش دهی. فروخ در همان شب یک مکتوب یافت، مکتوبی که پدر پیش از مرگ به او نوشته بود ولی دیر به دستش رسید و در آن سخن آخرین بود. مکتوب را مولوده سالها پنهان کرده بود، نه از بدی، از آن که دلش طاقت نمیکرد. آن شب وقتی فروخ از تو غمگین برگشت، مادر دید که پسرش باز شکستنی است. وی به گوشه صندوق رفت، مکتوب را برآورد، به پسرش داد. فروخ آن را با دست لرزان گشاد. درون آن خط پدر بود، با بوی کاغذ کهنه، با گرمی دستهای گذشته. پدر نوشته بود که او میداند پسرش برای پول رفت، برای خیر رفت. پدر نوشته بود که او فروخ را میبخشد، حتی پیش از آن که فروخ بخشش پرسد. پدر نوشته بود که پسر نباید خود را کشد، چون مادر زنده است، خواهر زنده است و زندگی دوام دارد. پدر نوشته بود که اگر فروخ یک چیز را از این درد بگیرد، همین باشد، وقت را قدر کن. به مادر در نکن، به خیر در نکن، به مهربانی در نکن، چون بعضن یک ماه به یک عمر تبدیل می شود و بعضن یک روز هم نمیماند. فروخ مکتوب را به سینه‌اش فشار داد. اشک آمد، ولی این دفعه اشک تنها از درد نبود، از سباکی هم بود، از آن که پدر او را نفرین نکرده است. صبح فروخ به نزد جویچه رفت. آب جاری بود، کودکان دست می شستند. یک زن پیر آب گرفته به خانه می برد. فروخ به آب نگاه کرد. در آب روی خود را دید و در آن رو یک جوان را دید که شکسته بود ولی باز ساخته شد. او به خانه برگشت، به مادر چای ریخت، در نزد او نشست. مولوده آرام شد. زلیخا خندید. در دل فروخ پشیمانی هنوز زندگی میکرد ولی دیگر مثل مر نمیگزید. آن پشیمانی مثل چراغ شد، چراغی که به او نشان میدهد چی طور زندگی کند. خاتمه تلخ بود چون پدر دیگر نیست، ولی معنادار بود چون پسر بیدار شد و هر بار که کسی از آب جویچه لی نوشید گویا یک دعا به روح رحیم میرفت و هر بار که فروخ به مادرش نزدیک میشد گویا دیری را جبران میکرد، حتی اگر پوره جبران نمیشد. قصه با یک حقیقت میماند، حقیقتی که با سخنهای خشک نه، با زندگی فروخ نشان داده شد. انسان میتواند دیر کند، میتواند خطا کند، میتواند در راه پول خود را گم کند، ولی اگر نشانه ها را ببیند، اگر به دعای مادر تکیه کند، اگر با عمل نیک راه سازد، میتواند باز به خود برگردد و در پس هر آب جاری هر کسی که گوش میکند میتواند یک صدای آرام را بشنود، صدای مثل اذان در شب که میگوید بیدار شو تا دیر نشده است.